جایگاه حقوقی امتیاز یا کانسیشن. امتیاز در حقیقت یک رابطه عمودی میان دولت به عنوان مالک منابع و شرکت یا کنسرسیوم خصوصی به عنوان بهره بردار ایجاد میکنه. از لحظه ای که دولت امتیاز رو صادر میکنه، تمام فعالیت‌های بعدی پروژه از اکتشاف تا مرحله تولید و از توسعه زیرساخت تا فروش محصول در چارچوب قرارداد امتیاز شکل میگیره. در واقع این امتیاز همون وسیله‌ای هستش که از طریق اون منافع و اختیارات دولت در یک منبع نفتی مشخص به شرکت خصوصی منتقل میشه تا عملیات توسعه و تولید امکان پذیر بشه. قانون حاکم. نکته مهم این هستش که هر امتیاز یا کانسیشن همیشه تحت قانون محلی همون کشور تنظیم و اجرا میشه، یعنی قوانین همون سرزمینی که مخزن یا منبع نفتی در اونجا واقع شده. از این رو اگر در کنار این امتیاز قراردادهای دیگری هم منعقد میشه که تحت قوانین متفاوتی، مثلا مقررات بین المللی یا مقررات کشور دیگه باشن، باید از همون ابتدا به دقت هماهنگی میان اونها بررسی بشه. در غیر این صورت خطر بروز تعارض قوانین وجود خواهد داشت که میتونه روند اجرای پروژه رو مختل بکنه. دوستان، اگر در خصوص پروژه های نفت و گاز نیاز به مشاوره حقوقی و یا وکالت داشتید، با ما در تماس باشید.